شاید با خود همین رئیس صحبت کنم. یگید؟ و خیر است؟ چرا خاطر پریشانی؟ و چیز غمگینی؟ نه بیا یک جا چای نوشیم صحبت میکنیم. سردارم، کدامی از دردم را به شما بگویم؟ بیاید از پگاهی دلی شما را هم سیاه نکنم. با اجازت شما من از پی کارم میشوم. خدایا چی درد دارد و لیکن صبر کنیم معلوم میشود. چی میگویی؟ دهانت رو محکم کردم باز کوشش میکنی که لقی. خوب شد که تیمور مرد و جانش از جاغی تو خلاص شد. این چیست؟ یا توبه این شیر ویران شده است. من تلفن میکنم، با دقت باش. التماس مرا با دقت گوش کنید. نفر ما را در خانه خودمون گروگان گرفته است. آرام باشید. من آرامم. مهم شما آرام باشید. ما وقت نداریم. از شعبه کمک به سردار نجیب و سرکمیسر یگید خبر دهید. در خانه رنا توپل هستیم. فهمیدم. حاضر به آقا میرسونم. شخصی که ما را گروگان گرفته است خیلی نام دارد. زودتر شتاب کنید. آرام باشید خانم. حاضر به آقا میرسونم. چی کار کرده ایستاده ای؟ نمیماند که 2 دقیقه پشتم رو گردونم. دهانت رو که شد؟ مرا گوش کنی به سرم بلا شدی کو؟ یا خدایا شد دست و پایت بسته باشد هم باز کارت رو میکنی. انا همین طور. وای شکمم. مرحمت. ببخشید محترم رئیس همینجا هستند؟ از اینجا رفتند. به افتتاح مرکز چی لازم بود؟ من سرکمیسر یگید گندوزالب میخواستم با رئیس صحبت کنم. انا جانشین رئیس. میتوانید از اون کس ببخشید ممکن است از شما یک چیز پرسم؟ آقا یاسیم، این کس سرکمیسر یگید از شعبه امنیت. مرحمت گوش میکنم. کدام مسئله؟ با رئیس 1-2 سوال داشتم. آیا کسی رئیس را در روزهای آخر تهدید نکرده بود؟ چی خیل تهدید برادر؟ از کجا این گپ رو برآوردید؟ من یک سوال مقرری دادم. چرا اینقدر عصبی میشه؟ اینجا ناحیه آرامترین به حساب میرود. التماس بیهوده ناآرام نکنید اینجا را. ما به مراسم افتتاح میرویم. مراسم افتتاح در کجاست؟ 2 محله پایان‌تر. تشکر. سلامت باشید. سردارم، کار یهودی رو با آسانی از سر ساقط کردیم. شکر خدا میکنیم. اما تیاری دیدن خوب است. آنها که به تنگ آمدند برای ترک دقت حتما نقشه دیگری خواهند کشید. از این مطمئنم. سردارم،
با همه اینها چه خیلی موفق شدن میتوانیم؟ پروا نکن. با جناب مدیر واخوردم. یکچند کارمند نو هم اومه آید. درا؟ سردارم پیام مخصوص با شما حاجل است. چی شد سردار؟ خبری ناخوش؟ خیری رانوی ملکه رو گروگان گرفته. از زود میبرایم. چی؟ Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. تلفن تو در کجاست؟ در سمکه؟ کنی یک با پدر جانت زنگ زنیم ها؟ دخترم در کجای؟ چند روز شد کجا گم شده؟ دادا جان تو رو یاد کردم، چنان یاد کردم که اگر بینم بغیات میکنم. لبای تو رو من میخورم. چرا تو با این خیری خوشروی کاری خطا کردی؟ او رو کشتن خواستی. ای بس آخیر اکنون عمرا را بوده است دادا جان. کدام خیری؟ تو مالکم نیستی. تو کیستی؟ چی شد؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ کبوتر تو از من به آسانی خلاص نمیابی. برای مرا فروختن از جواب میدهی. با ملکه چی شد؟ او خوب است؟ آدم بر این گپ زن وگرنه میکشمت. الو پدر من خوبم، کبوتر نشوید. اگر یک تاری مویش کم شود تو را میکشم. میکشی؟ تو کبوترک تنها حشرات و پشه میکشی. پول و شناسو رو تیار کن، من دیرتر به تو زنگ میزنم. وگرنه دخترکت را کشته پارچه پارچه به نزد روان میکنم. فهمیدی احمق؟ این روزها کمی در تنگیم و پول عاجلا احتیاج دارم. PKK با سلاح فروش روس کار دارد. با راهی مخصوص دانستم. میگویم که من میان روی کرده همه را گیرم. در این کار پولی خوب است. با کلش کار مکن. خودش یک چند وقت در بینمان نمی شود. میلش بازوا میخوریم. تا بازدید. خب آقای فروخ، بعد گپ میزنیم. آقای فروخ التماس یاری دهید. کبوتر چی شده است؟ مثل گربه‌ای که دومش را زیر کردند فریاد میزنی. خیری ملکه را ربوده است. خیری ملکه را ربوده است؟ بله، اگر این حادثه واضح شود شرمنده دو عالم میشوم. خیری ملکه را ربوده است؟ به این مش بچه نگاه کن. التماس یاری کنید، مبادا به دخترم ضرری رساند. نمیخوام از قرابت شما بر این انسان محروم شوم. خواطر مشو. آن احمق کاری کرده نمیتواند. آرام باش. اینجا بیا. دادا اینجا چی می شود؟ کورس میکشایم. ممکن تو طلبه شوی؟ می شوم. موسیقی هم هست؟ چرا نه پسرم؟ هست همش هست. بازی خلقی هست، خوشنویسی هست و غیره ها. چی صنعتی که داریم همش هست. بچه جونم تو خنوک نخور. الو گوش میکنم. من برای اسلام و برای امارت زنگ میزنم. طبق دادگاه شورای شریعتی همون که به اسلام ضرر رسونده حکم قتلت برآمده است. تو مرا فهمیدی؟
برادر تو دیوانه ای چی؟ تو را برای الله میکشم کافر احمق. تو معنای گپت را میفهمی؟ تو خود میدانی که حکم شخصی که دیگر را کافر میخواند چیست؟ گوش کن مرا. من آن نفرانی نیستم که از شما بهراسم. از شما هم ذره نمیترسم. خاموش است. همچون کافر میمیری. احمق. چی شد عزیزم؟ خاطرم نه پریشان یا شد. دیوان افزای تلفن کرد. بیایید رفتیم. میرویم. آفرین، خیلی زیبا بازی کردی. اول رفته در مسجد خودت رو نشان ده، بعد برای اجرای فرمان رو. پولم را میدهید آخر؟ میدهم. تو در دهانت زنجبیل مون تا بوی عرق ناید. دیگرش آسان. بعد حادثه به جای واخوری بیا، مسئله را حل میکنیم. این حادثه تو را مشهور میکند، به بالا بوده ها معقول میشود. کنی تو را یک بینم، شرمنده نکن، تو را بسیار تعریف کردم. پروا مکن. کشتن این احمق به من ذوق میبخشد. خوش آمدید. خوش باشد آقای آسیب. بخیر سردار؟ چرا تابتون خیره؟ نفر زنگ زده کیم چی ها گفت نفهمیده. سردار فکر نکنید، در دنیا دیوانه کم نیست. پروا نکنید. بیایید کارمون رو بینیم. شاید پلیس رو دعوت کنیم. نه، چی لازم؟ پلیس را با حالش گذارید. به این هم ناحیه را با یک عذاب تازه کردیم. اگر پلیس آید باز همه خراب میگردد. آخر اخبار عامه هم آماده است. یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخشی زنده میکند. نخواد. چیزی با خیلی خرسند شدم. شنیدی عزیزم؟ تلویزیون برای پخش زنده تشریف آوردن. از این پس هم عملها دیده می شود. شنیدم. از سمی زنگی تلفن خواتیرم باز یکون واقعیت می شود. بیاید گذاریم. مرحمت. بچه ها خانه رعایت کنید، با دقت باشید. گاز این طرف. دوی شما اینجا مانید. دوی شما از پشت خانه گذارید. وای نجید سردار، این از کجا دانست که ما اینجاییم؟ ممدو به آواز وارد میشویم. با دقت باش. مایلش سردارم. یگید خبر دارد؟ نه سردارم. اول وضعیت رو فهمیم، بعد به یگید خبر میدهیم. ای انا اکنون تمام محو شدی خیری. ای وای ای تبا. میدروی بگو بینه در درون چی گپ است. احمق ها، شما زنگ زدید ها؟ لیکن شما چه زنگ میزنید؟ شاید کبوتر زنگ زده باشد. لیکن او نمیدونست که اینجا هستیم. چی گپ شد ها؟ تو کنی تو اینجا بیا. ملکه کنی خیز راه گرد. ملکه راه گرد گفتم. زودتر.